تست صدایی چند تا از پرطرفدارترین و پرفروش‌ترین اگزوهای بازار رو تو این ویدیو خواهید دید روی ZX 600. اما قبلش میخوام به یکی از پرتکرارترین سوالات شما عزیزان جواب بدم. این که کاتاپ به موتور آسیب میزنه یا نه؟ دوستان اگزوز حرفه‌ای کلا موتور آسیب میزنه، چه برسه به کاتاپ. نکته دوم، اگر میخواید کاتاپ بکنید باید این کار توی حرکت صورت بگیره. سرعت شما به یه حدی برسه که دور موتور بیاد به حد کاتاپ برسه و کاتاپ صورت بگیره. نکته سوم، دوستان در جای موتور میخواید کاتاپ بزنید اول بذارید موتور گرم بشه، کاری که ما کردیم. بعد چند تا گاز بدید، روغن بیاد بالا، دور موتور بیاد بالا، یه کاتاپ ریز بزنید. اونم برای تولید محتوا، نه برای مردم آزاری. نکته چهارم، به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی روی موتور چینی کاتاپ نزنید، چون ممکنه شاتون اتاقا رو بغل کنید. برو بریم. اگزوز اول، اگزوز R11. مرسی که لایک می‌کنید بچه‌ها. برو بریم. موتور کاملا گرم شده. اگزوز دوم آرو. اگزوز سوم M4. توی خیابونا کاتاپ نکنید، باعث مردم آزاری میشه. دوستتون دارم.